هر روز یه نکته. امروز پا. بریم که بگم. در اجرای حرکات پا با تمرکز کامل اجرا کنیم، مخصوصا تو فاز منفی. برو. نکته دوم، در انتهای حرکت مخصوصا با دستگاه برو یه مکس کوچیک داشته باشیم. دم و بازدم در اجرای حرکات خیلی مهمه. در فاز منفی کاملا نفس رو بگیرین انگار داری میری زیر آب. در فاز مثبت کاملا تخلیه میکنی. این نفسگیری باعث میشه که اکسیژن بهتری به خون برسه و دیرتر خسته شی و توان بهتری داشته باشی. خیلی ها معتقدن برای عضله سازی فرقی نمیکنه که اجرای حرکات تا ناتوانی باشه یا تا مرز ناتوانی. من برای اجرای حرکات پا میگم تا شهادت باید پیش بری. اینجوری عضلات پا شکل میگیره. تا نهایت قدرتت باید بری. اینه.